انسان بی بسم الله، انسان بی بسم الله، انسان بی بسم الله. حالا اگه یک بار اعلان نکنه چی کنه؟ حالا اگه یک بار اعلان نکنه چی کنه؟ جاهل کودن، کور نادیده که از بغداد خبر داری. انجیل و تورات چی میکنی؟ قرآن ای اداره میکنه. بکش کاغذ و قلم و نوت بگی. انسان بی بسم الله. این کلیپ با هم ببینیم که یک چند کلمه بیاموزیم. این مرا کودن و جاهل میگه و این خیره، این قاموس لغت است که اینا استفاده کرده. این کمترینه که تو یک آدم 10 تنا بزنی یا گمیل شمشیر داشته باشن گردن مرا متزمیجه یک راست میپرانن از منه که از میلیون ها انسان بیگناه و بیچاره رو در مملکت ما قطع کده میرن، گوسفند و حلال کده میرن. اما چون با ما دیگه چیز نمیتونم و دو میزنه، خیره که دو میزنه. اما یک قصه یادم آمد، ما در چی بودیم؟ در جلال آباد. دیگه ما اون وقت مکتب نمیرفتیم، شاید 5 ساله بودیم. انترا در اوجا گادی بود، کدام جای میرفتیم. پدرم شیشته بود در گادی، ما در پیش روش استاد بودم، از امی چوبک ماکم گرفته بودم، پالیش گادیوان بود، 2-3 نفر دیگه در پشت سر. در یک جای میرفت که سخت بود، را یک کم سربلندی بود. امی اسب که میرفت سرش بسیار فشار آمد، ببخشین بادش رفت. در افغانستان ما چرا بسیار یک چیز جالب بود و خنده‌آور که یک چیز بادش میره یا یک آدم بسیار باید خنده کنی. و ما اون وقت بسیار افغانی فکر میکردم. سرمی اسب بیچاره ما خنده کردم که توبه. بازمی گادیوان طرفم سعی کرد گفت بچیم این اسب بیچاره سرش بسیار فشار میاد. حالا اگه یک بار اعلان نکنه چی کنه؟ حالا اگه یک بار اعلان نکنه چی کنه؟ حالا اگه یک بار اعلان نکنه چی کنه؟ ای گپ از این بر همیشه در کلمه حق شد. یگان دفعه که مردم دو میزنه، ما مو قصه گادی یادمه. میگم خب البته یک دلک از یام یک درد کده، یک فشار آمده، حالا یک دو میزنه، اون مهم نیست و در این مقار نمیشم. در اینمی حالا خب برو حداقل در یک کشور اسلامی زندگی کو. کرتید به دست کافر ها ساخته شده، کالایت به دست کافر، امی دندان تک برس میکنی به دست کافر، امی رنگ موید یعنی حالا او مرده که امی تو چرا می کلیت رنگ میکنی؟ واقعا جای شرم، واقعا جای شرم، واقعا جای شرم، واقعا جای شرم، واقعا جای شرم. حالا مو رقمی که خدا ساخته اما تو باش. حالا خداوند بزرگ خود شما خو میگین که سنت پیغمبر، سنت پیغمبر، دندان پیغمبر نشکسته بود. حالا خود تا هم یک دندان تبش کنن، یک دندان کم دمی پیش روی امو رقمی بگرد، به خاطر ثواب داره. اما تو فکر میکنی که اگه پیغمبر امروز زندگی میکرد امو دندان خودم میمانده مترکایی؟ نه، میرفت دیستی که در یک دندان مقبول جور میکرد یا کل دندان ها را یک سفید کاری دیگه میکرد. حالا اگه پیغمبر ما می بود امروز، تو فکر میکنی که مسواک میزد؟ نمیزد. امی آلتراسونیک برسای دندان که حالا بر آمده، امو را میگیره بز 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 بز، دندان همه تا برای چی واره میکشید؟ مروارید واره. اگه این جلای موی می بود در او زمان، تو فکر میکنی پیغمبر نمیزد؟ اگه این دریشی ها می بود فکر میکنی پیغمبر نمیپوشید؟ میپوشید. این سنت پیغمبر، او سنت پیغمبر. پاکی نبود پیغمبر ریش میماند. این اگه پاکی می بود والا در مقابل یک اصطلاح بود نه چت و پت، اونم مت میکرد. یا خودشان خیالشان که هوشیاره، خوش دارن این چیزا، باز پیغمبر سنت پیغمبر